سلام، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز 5 مارس در خدمت شما. آینی حال بابا نظر و حامی حقوق شناخته تاجیکستان همراه با 9 زن دیگر از جمله یک زن افغان و اوکراینی و گرجی جایزه زن شجاع سال را به دست آورد که هر سال وزارت امور خارجه آمریکا تقدیم می‌کند. میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا در مراسم تقدیم جایزه از خدمت و شجاعت این بانوان از جمله خانم تاجیک ستایش کرد. آینی حال بابا نظر و سال گذشته داوطلب نامزد به مقام رئیس جمهور بود اما ثبت نام نشد. جایزه زن شجاع را سال 2007 تأسیس دادند و بانوان سزاوار این جایزه دانسته می‌شوند که به گفته وزارت امور خارجه آمریکا در رواج صلح و عدالت، حمایت از حقوق انسان، دلیری و شجاعت استثنایی نشان دادند. مقامات قرقیزستان میگویند که گذرگاه‌های سرحدی با تاجیکستان را باز نکردند زیرا چنین مصلحت بین دو طرف نبود. بعد گفتگوهای دوجانبه در روز 3 مارس مقامات تاجیکستان گفتند که قرقیزستان وعده داد مرزهایش را برای ساکنان تاجیکستان باز میکند، اما خبرنگار رادیو آزادی که به ناحیه مرزی باباجان غفورов رفت میگوید سرحد همچنان بسته است و معلوم نیست که گذرگاه‌ها کی باز میشوند. بعد از مناقشه سرحدبانان تاجیک و قرقیز در روز 11 انور که در نتیجه آن 2 افسر تاجیک و 5 مرزبان و 1 مأمور میلیسه قرقیز مجروح شدند، سرحد قرقیزستان با تاجیکستان را بستند. گروه خرده از راهسازان شهرهای واسع خاولینگ با طلب بالا بردن مزد و بهتر کردن شرایط کاری از طرف یک شرکت چینی کارشکنی کردند. زبیدالله سعیدوف یکی از این کارگران روز 4 مارس بر رادیو آزادی گفت که برای کاری سخت و زحمت طلب به او ماهانه 700 سومانی میدهند که بسیار کم است. مسئله خود کی نیست. هر جای خوب مالش جای خوب میتا جای خوب مایل نیک خوب کار هر مو ایران آوردن خینای مثال تیار کردن ما عبد میبرم باید تیار باشه خودم. اونجا میرم یک نیم دو ساعت خود تیار میکنیم تو میگی که کار گذشتگی روی بود رگول مینیسه. ولی خوان زوفا نماینده شرکت مشترک سینوهیدرو تاجیکستان گفت که شرکت برای کارگران شرایط مناسب کار فراهم کرده است و با وجود کارشکنی ساختمان راه واسع خاولینگ همچنان ادامه دارد. ترمیم و تجدید راه ماشینگردی واسع خاولینگ از حساب قرض بانک آسیای رشد صورت میگیرد. در تاجیکستان ماه‌های اخیر واردات گل‌های تولید هند و هلند زیاد شده است، هرچند قبلا گلدسته‌های زیبا از میخچه‌گل و صدبرگ و دیگر گل‌های پرورش داخلی نیز زیاد بود. قیمت یک گل وارداتی از 15 تا 30 سومانی است و ارزش یک گلدسته تا به 100 سومانی هم میرسد. گل فروشان دوشنبه سبب کم بودن گل‌های پرورش داخلی را در صحبت با رادیو آزادی چنین شرح دادند. در تاجیکستان کارخانه و گرمخانه‌های گل پروری وجود دارد، اما در آنها نه همه نوع گل و رستنی‌ها پرورش کرده می‌شوند. اگر میل تماشای ویدیوی بیشتر و خواندن اخبار و گزارش‌های دیگر از تاجیکستان را دارید، پس سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی، با صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های هوشمند.